خب سلام علیکم بچه‌ها، این درسی نهم است. آیدی برنامه ویژوال بیسیک. شما اگر دقت داده باشید ما در درسمون درباره قریب که همه اینجا علامت رو با شما گفته گذاشتیم. خب درس نهم میشود، بعدا دهم جمع بسته میشود. در این درس من میخواستم با شما آیدی صدامانی یعنی موسیقی تیار کنی پلیر که چقدر در اینجا صدا مونده میتونیم با اون با شما صحبت کنیم. خب چقدر که میبینید در این امکانیت های خودش قطعی میشود کمتر دشوارتر است، از امکانیتی ساده تر استفاده میبریم. از بیبلیوتک خودی تیار بوده. وارد میشویم با پروژکت. از قسمت بالایی پروژکت با بالای تکمچه کامپوننت پخش میکنیم. انا خیلی روی خط پیدا می شود. از این روی خط با ما ویندوز در کور مدیا پلیر آن را کوفته میابیم. چقدر که میبینید این ویندوز مدیا پلیر نویسنده شده است. انا این ویندوز مدیا پلیر را با بالاش یک گالچکه میمونیم. پریمینیت در اینجا نشانچه ویندوز مدیا پلیر پیدا شد. با بالا این یک بار پخش میکنیم. با دقت باشید که این گونه علامت پیدا می شود در بالای اکران ما. خب این گونه علامت که پیدا شد الکی این معنای آن را دارد که برنامه ما با کار در آمده ایستاده است. اکنون با بالای این ما پخش میکنیم. URL این را ببینید تازه است. با URL این ما یگان سراغه را وارد میکنیم. آدرس یا نباشه رучно این کامنده بود که با این کامنده پخش میکنیم. با بالای آن و می نویسیم. این درازی بعد از چی بوده که ویندوز مدیا پلیر 1 بنویسیم. ویندوز مدیا پلیر 1 نقطه URL. خب جا میپرسیم برابری ناخنک میکنیم. در داخل ناخنک سراغه یگان جای موسیقی که ما در اون موسیقی داریم اون را میکشویم. در کجا ما موسیقی داشتیم؟ موسیقی نیست. خب این هست یک موسیقی. با بالای این پخش میکنیم. با سویست و وارد میشویم. از سویست و دی میوزیک نویسنده شده است. این رو ما کپی میکنیم. محکم کنیم. خب دی میوزیک رو ما کپی کردیم در داخل این میگذاریم. من اکنون باز با همون رو برمیگردیم. نامی خودی همین رو زنگ یک فرمتش mp3 است. کپی. از اینجا یک خط دیگر میمونیم. این رو میگذاریم. زبان باید انگلیسی باشد. زبانی سروده که ما باید انتخاب میکنیم باید انگلیسی باشد وگرنه قبول نمیکنن گفته ایستاده است. خب نام این رو با یگان چیز دیگر تغییر بدیم. پرینات و رقمش همه ایستاد میشتی درازی بعد بود برای همه کتاب ترش کردم. مینوس mp3 خیلی معلوم. برمیگردیم به اینجا با جای اناین می نویسیم. مینوس
نقطه mp3. حاضر اکنون ما برنامه را سردیم و تکمچه های کاماند یک را پخش کنیم. باید که همون مینوسی که داشتیم با کور در روید. انا اینجا میتونیم بالانس کنیم. از من آواز را برونم. mp3 رو خوندن سرکن. سرودی ما با خوندن شروع کرد. اگر ما خواهیم که وقتی برنامه را گریان کردن با طرز اتوماتیک یعنی خودکار همین سرودی ما خوندن را دوام کرد و پخش میکنیم، ببینید فرم راحت پیدا میشود. همین کدی که داریم اینجا نسخه گرفته با اینجا میاریم و میگذاریم. کد ما با طرز اتوماتیک یعنی چخلگیم با طرز خودکار همین خواندن میگیرد. چخلی که دیدید همین گونه استفاده برده میشود. خب این بود ساختن مدیا پلیر یعنی گذاشتن صدا. باز ما میتونیم در آنجا یک چند پلیلیست تیار کنیم چخل که در دیگر پلیر ها موسیقی ها مانده میشود. یعنی از این طرف نامی بایدا میبراید و تکمچه های با قفا با پیش گذراندن در آنجا گذاشته میشن. همون گونه چیزها را ما نیز تیار کردن میتونیم. این همه شد درسی لوگی اگر که شما خواهش داشته باشید. خب آنها را بعدا میگذاریم یکم وقت دیگر که شما درخواست کردید. تا اینجا بود گذاشتن صدا در ویژوال بیسیک. خب درس مهمی ما هم با آخر میرسد. خانه سر بلند و خانه آباد باشه.